بعد از گرمای غیر معمولی در فصل زمستان بالاخره ساکنان شهر کلوب احساس کردند که فصل سرما فرا رسیده است. از دیروز در منطقه کلوب به ایست برف میبارد. الکی به آمد و رفت مردم مشکل ایجاد کرده است. آزی ما کم داریم در بجا ولی خشون در اطاعت شهر میتونستن که مثلا ما تکنیکاش رو بگیر یک تراکتور دور پرسیم خدیم اما دیگر آدم خدیم برای مثلا همونجا کما برش کنم پاکوش توره برش رو بیرون بزنه خبر دیدیم این راه دیدم ناو زدیم نه یک قسمی راه زدیم بود تو جرا انا قدر موچ گفتن نمیتونیم برای که در اطاعت شهر ماشین ها به سبب تازه نکردن راه های شهر به صدمه دچار می شوند و راهگذران نیز هنگام عبور راه از احتیاط کار می گیرند. راه های یخبسته شهر ریگ پاشی نشدند، بنابراین هیچ کفالت بر راهگذران نیست. برای راننده ها ترمز هم در بعضی نکات شهر به کار نمی آید. یگانه راه حل از بحر ماشین گذشتن و به کار پیاده رفتن است. از راننده ها تقاضا می شود که با سرعت پستر ماشین برانند. به نظر می رسد که این وضع به تیزی حل خود را پیدا نمی کند. 68% بعضی تکنیکی من باشد حالا هم نورسولی تکنیک ها برای نگهداری زمستان در ما هست. برای همه گفتیم که ما پیش از همه خیلی که اولین درجه حال همونجوری هموترش بدتر میکنیم ما گفتیم که بلندی و کتالو که گرفتیم تران همچه میشه. شهرهای دوشنبه کلوب نیز ماشین ها دچار مانعه ها شده ساعت ها زیر برف میمانند. کارمندانی که به پاکسازی شهرها مشغولند گفتند که از دیروز باز به استراحت کار میکنند. در منطقه های گوناگون شهرهای دوشنبه کلوب تنبشوی ماشین ها مشاهده می شود که ده ها ماشین از حرکت ماندند. مسئولان راه منطقه کلوب میگویند از تکنیک تنقیصی میکشند، بنابراین راه ها دیر پاک می شوند.